السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی قدر، امروز به سمع شما یک معجزه قرآنی را میخوایم برسانیم. این معجزه درباره کوههای بلندی که ما میبینیم در اطراف زمین و اینها به سبب آفریده نشدند و هر یک این سبب خود را دارد و این سبب را خداوند 14 عصر پیش در قرآن کریم نازل کرده است. خداوند این معجزه را در سوره نبأ یعنی 78مین سوره قرآن در آیت 7 آن نازل نموده است و گفته است و کوهها را میخها نگردانیدیم. یعنی الله تعالی به خاطر آرام گرفتن زمین و مستحکم آن کوهها را میخ زمین گردانید. در حقیقت از دیدن کوههای بزرگ و بلند کس به حیرت می افتد. با جز خداوند کی می تواند آنها را بیافرد؟ هیچ ذات غیر الله نمی تواند، زیرا آنها نشانه های صنعت آفریدگار بزرگند. با عقیده عالمان کوهشناس هر قدر که کوه از روی زمین بلند باشد به اندازه 4-5 برابر زیادتر از وی در داخل زمین قرار دارد. این است که خداوند آنها را میخ زمین گفته است. اگر کوهها میخ زمین گردانیده نمی شدند، آن مثل حالت حاضرش به یک مرام قرار نمی گرفت. این فکر را عالمان ساحه کوهشناسی نیز تصدیق دارند.